وای بچه ها چی گپ این سگ عذاب نتید عذاب نتید دیروز یک تاشه کشته بودن لبای ها پسرم این تو می ها کمال جان همراه من در بازار ها همراه خرید کرده ایستاده ایم ها همینجا یاردم کرده ایستاده ها پسرم مایلش بگاه بر وقت در خانه بیا مایلش خیر خدا جان برای دروغ خواهی گفتم مرا ببخش چی میکنی؟ بیبی جان پدرم در خونه؟ زنگ زد تازیر میبینی؟ اوه وای تو باز نشیدی؟ من بیبی جان نه بیبی جان من با شما قسم خوردم هیچ گوهر من نمیدم بیبی جان کمتر پیوه نوشیدم بیبی جان بیبی جان رفیقانم ضیافت کردن گوش کنید بیبی جان شما بخ را میشناسی؟ شناختن هم نمیخواهم نغز نه بیبی جان پدر وای آدمی کلان بیبی جان آنها پول دارن بیبی جان پول آب و روی باز چی لازم؟ تو چی ها میگویی؟ بیبی جان امروز همه از کیسه هایشون شرق پول برآوردند من باشم بیبی جان از شرم 100 سومانی در کیسه هم بودم رو نبرآوردم آخر پدر من هم آدمی کلان سردار میلیسه بیبی جان خیزید بیبی جان و من پول دید از کدام پول ها؟ از پول های پدرم بیبی جان پدرت سیکه خونه ندارد که من هر روز به تو 200-300 سومون برآورده دیم بیبی جان به من پول دید میگویم پول نیست میگویم میفهمی؟ بنغزی میگویم فعلی مرا نیست فعلی مرا خوب میدونید بیبی جان های مرا عذاب نده به آن هم خودم خونی جگر شدگی با پدرت رحم کن من چی کردم من؟ چی کار هم میکردی؟ مکتب رو پرتافتی کار نمی کنی از منصب پدرت استفاده برده از آدمانی بیگانه پول قرض میگیری آخه بیبی جان من کودک نیستم محتاج نصیحت هم نیستم به من پول ده پول میدی بیبی جان به من پول میدی یا نه نمیدی نه پول نیست خواهی مایلش بیبی جان من از اینجا میرم و دیگر به اینجا بر نمیگردم صبر کن بیبی جان خیزید بیبی جان اونها مرا انتظار میشونه بیبی جان خیزید بیبی جان مرا در نزد رفیقانم شرمنده نکنید بیبی جان دیگر از شما پول نمیخوام بخدا دیگر از شما پول بیبی جان تیز باشه بیبی جان تیز باشه بیبی جان تیز باشه مخگیرو دیگر نپرس استا زود گشته بیا بلش بیبی جان تیزتر گشته بیا بیبی جان او من گدا نیستم من این 100 تومانی رو به سرم زنم دیگر نیست خواهی همین نخواهی نه نباشد همه کارهای کردگیت رو یک به یک به پدرت گفته میدیم از جانم سر شدم تو من اصاب دادی خون کردی یا کار کن پول یاب بیناموس من بیناموس خدایا
چی گپ شد اینجاست؟ من شما را کی آزار داد؟ هیچ کس آزار نداده است. مانده شدم بچه‌ام. 39 سالم هم به جای رسید. تو کی سن میگیری؟ نه مادر، شما چیزی رو از من پنهان می‌دارید. کمال کجاست؟ حاضر همینجا بود. نزدیک جراحایش برام تکیست. من همچنین فکر میکردم. از دستی پسری بیرحمم. بابای نصیحت کن پسرم. مای حالا جوان است. آخر توف کنی برای خودت میفراید. همسایه ها چی میگویند؟ شرمنده میشوی. نصیحت آخر هیچ نصیحت به گوش وی نمیدراید مادر. من امروز به وین کمد رفتم مادر. به وین کمد؟ بله به وین کمد. با آنها گفتم که کمال را به صف ارمی گیرند. آنجا او را تربیه میکنند. ما تربیه کرده نتوانستیم مادر. به وین کمد؟ بله. نه خود که دیگر علاج نباشه. علاج دیگر نیست مادر. علاج دیگر نیست. اگر چند روز دیگر باز در آزادی گردد میدونی مادر پس پنجره میرود. حبس میکنن. میفهمی؟ حبس میکنند او را. برای همین قلابیش اگر من باید او را به حبس میگرفتم. اما حسی پدری نگذاشت که او را حبس گیرم. شما میدانید که چقدر به من مشکل است مادر. پسرم به تو هم مشکل، به من هم مشکل. در تقدیر چی باشد همون رو میبینیم. به تقدیر تنده. بهترش بیا رفت خوراکت رو خوردم گیر. دیگر علاج نیست. مادر هیچ چیز خوردن نمیخورم.
خوب است آموز خوده ها؟ دور نده نمیترسیم از تو فهمیدی؟ نمیترسی؟ فراموش نکن که پدری من سرداری تو گوش کن بچه حقیقتا خود رفته بوده صدقه همی پدر شوی همی خیل آدم خوب همی خیل فرزندی بد اوچه اکا جون التماس گناه من رو بغیر از ما کسی نمیدوند اکا جون بیاید با پدرم نگوید پدرم زیغ میشود اکا جون یک مشکل ما برای تو لیتینانتی کلان سعدیف میدونم اکا میدونم یک دیگه مشکل ما 45 سال سعدیف تشه اوچه اوچه بسیار زورا نکه های ما های نیمه نه چکل ما را فهمیدی؟ نه تمام نه اوچه امون رفیق پالکونی که همینجا باشه فیروزش کنی کمال جان چی گروه کرده است؟ دوناش کلون ایره خیلی به همین چی نمیرسی تنش پوشیده شکمش سیر اوچه اینه بینید دست به جینایت دستی بازده کنی کمال جان خودی حضر پوست توبه کن خاطر موی سفید مایر اگر جواب بتم جواب دیده مالا چی میگه اوچه ما کم نیزیاد نی 20 سال هم لیسه اوچه 20 سال تو حال در وظیفم خیانت نکردم به خدا چون که بچت همین خیلی ما رو تربیه کرده اوچه راست میگوی راست ما چشم حکومتی اوچه اینجاست؟ ناظر منتخبی لیتنانتی کلان سعدیف به رسمیت اطاعت رفیق پالکونیک در وقت از نظر گذراندن منطقه همون باوری کردم خدمتی هم ولی که ساعت قریبای 12 بود یعنی 20 با یک کار کرده ایستاده بود ناگه از نزد باغ مرکزی ناحیه صدای مددی زنی شنیده شد دویده همون طرف رفتم که از پیشم همین شهروند برآمد مرا دید و گریخته رفت من از قفای دویدم رفیق پالکونیک دویدم و با زود دستگیرش کردم یک 50 قدم مونده بودیم که نالش زنی به گوشم رسید رفتم میبینم رفیق پالکونیک زنی روی زمین خوابیده است در جبر دیدن از نظر گذراندم و رفیق پالکونیک دکتر یاری تجلی رو دعوت کردم گرفتن و بردنش رفیق پالکونیک گوش کن تو فهموتر گپ زن اطاعت رفیق پالکونیک بعد در همونجا این کسا گفتم و از کیسهش من این چیزایی که با فکرم با جبر دید داخل داره همین رو پیدا کردم یعنی ساعت و پول رفیق پالکونیک در سند گرفتی دلیل شرعی یعنی وجدوکو رو ترتیب دادم سند هست رفیق پالکونیک هم اینجا همش تیار کردم و با نزد شما گرفته آوردم بغیر از تو و جبر دیده باز یکان کسی دیگر این حادثه را دید دکتران یاری تجلی رفیق پالکونیک همون هم با کارهای خودشون آورده بودن رفیق پالکونیک تو میدانی که وی فرزند من است بله رفیق پالکونیک این نه یک بار 2-3 بار شد به دستمون میافته مادر جان اکنون به اینش چی میگویی؟ نمیتونم چی بگویم من با این ارکا کلام کردم من گناه کردم سرم شما به این چی میگویی؟ من؟ شاید رفیق پالکونیک من نگم چرا ندیدم و نشنیدم کمال تو به این چی میگویی؟ گپ زن گپ زن با تو چی نمیرسید ها؟ با تو چی نمیرسید؟ تنت لوت بود لباس نداشتی سرابان نداشتی چی نمیرسید؟ برای چی باید زن را زدی؟ چرا این زن را زدی؟ کی با تو این را یاد داد؟ کی تو را تربیه کرده است؟ تو در کجا کلان شده ای؟ گپ زن در کجا کلان شده ای؟ گپ زن در کجا کلان شدم؟ در کوچه کلان شدم به پدر کلان شدم کوچه مرا تربیت کرد کوچه یکی سردارش ناظری شماست و من چی نمیرسید؟ و من مهری پدر نمیرسید آغوشی پدر نمیرسید سایه‌ای پدر نمیرسید
اگرچه مادر را ندیدم بار پدر مثل دیگر پدرها در یگان عید و ایام تحفه خریده با دو دستی خود به پسرش داده است. بار پدر مثل دیگر پدرها روزنامه پسرش را دیده است. باره به مکتب پسرش رفته است. باره از او پرسیده است که در دل چی آرزو دارد، چی دین و نیت دارد. آخر برایت فرمان میدم. اطاعت. پسرم استغفرالله گوی پسرم. لبای حاضر تو را از جای کار میپرسند. الو بله خالف گوش میکند. خوش چه خیل در کجا؟ در کدام قسمت شمالی؟ خوش آها بس انتظار شوید، من رسیده می آیم. انتظار شوید. مادر جان شاید من اومده نتوانم، شما منتظر نشید. شعبه نوبتداری عبدالرحمنوف. نوبتدار صبح بخیر. صبح بخیر. نوروز و بنازی من در آید. اطاعت رفیق سردار. اجازت هست؟ مرحمت. همش رو تمام کردی؟ ها تمام کردم رفیق پالکونیک. این هم عیبنامه و همه آن چیزی که از جیب عیبدار شونده یافت شده است همش همین.
خوش. با سردکتر صحبت کردی؟ با سردکتر صحبت کردم. خلاصه تشخیص در اینجا هست. همچنین بیانات جبریده را نیز گرفتم. همش خوب است. جراحتش وزنی نیست. شکایت هم ندارد. امروز فردا جواب میدهند. نوروزوف پایتان چطور؟ اونقدر آسیب ندیده است. خوب می شود. آخای گوش کنید نوروزوف، شما شبی دراز نخوابیدید. تشکر. احتمال خیلی خسته شده اید. اگر در کار شدید ما شما را حتما پیدا میکنیم. روید دم گیرید. تشکر. با گمانم شخصی به ما نامعلوم از دور به سر شهروند با سنگ میزند. شاید کسی به ما نامعلوم سنگ را دیده و دانسته به طرف شاکی روه. چی؟ این خلاصه شماست؟ شما با این چی گفتن میخواهید؟ آخر نه خود چی خیل گویم نخود نفهمید شما خلاصه مفتش شعبه میلیسا؟ آخر وای فرزند یگانه شما در کجا کار کردنتان را میدانید یا نه؟ اول این که شخصی به ما نامعلوم نه، نام و نسبی آدمی گناهکارش ما خوب میدانید. شما ما رو مجبور نکنید که تنبیه سختی هم. میبخشید شما رو نفهمیدم. روید. روید. رفیق پالکونیک. جواب. اطاعت. السلام علیکم. سلام. نشناختید؟ نه نشناختم. سلامت باشید. ایستید. ایستا. با خیالم شما را در کجای دیدم. شناختم. شما رستموف کریم. شناختید رفیق پالکونیک، شناختید. شناختید رفیق پالکونیک. تماما دیگر شده ای. التماس از بینی بالا گم نزنید رفیق پالکونیک. شما هم بادی. کنی گذارید مرحمت گذارید. تشکر. رحمت مرحمت. همش را در خاطر دارم، همش را. دزد نامی، کلی زیرک، صاحب 10 پاسپورت، قاتل، ابله، بیناموس. مرا خیلی سرگردان کردی. شما را که نمیدانم، لیکن من شما را آنجا یاد میکردم. تشکر. کی برآمدی؟ قریب 1 هفته شد. در کجا استقامت داری؟ در خانه یک رفیقم. اکنون چی نیت داری؟ راستی برای مصلحت آمدم. خوش. میخوام یگونجا به کار درایم. راستی چند جا هم رفتم. امروز بیا، پگاه بیا، فردا بیا، از فردا بیا. خلاص باور نمی کنند. گویید شما به من باور دارید؟
باور دارم. کریم جان، بگاهی به خانه بیا. من؟ البته تو. برای چی نه؟ بیا سر یک پیاله چای میشینیم صحبت میکنیم. علاج کارا باشد حتما میابیم. حتما میایم، حتما میایم. تشکر. من منتظر میشوم. حتما میایم. خوب، تا دیدن. خوب، تا دیدن. سلامت باشید. الو، سلام. رفیق صادق شمایید؟ بله من خالف. میبخشید شما را تشویش دادم. میخواستم از احوال شاکر را با خبر شوم. بله. چی؟ جراحتش بسیار سخت؟ میبخشید رفیق صادقوف، میبخشید. خوب. اجازه ده عرض کنم رفیق پالکونیک. خوش. رفیق پالکونیک، با این صغیره چیکار کنم؟ مرا بیزار کرد. زیاده از 10 مراتبه می شود که به دست می افتد. نصیحت کردم نشد. با مکتب اینترنتش به نزد دیرکترش بردم، بفایده. همان احمدی پارینه. خوش، گناهش چیست؟ چی میشد رفیق پالکونیک؟ او باشی کیسه بوری؟ به شما رخصت. اطاعت رفیق پالکونیک. خیر. چرا راست ایستاده؟ گذشین. نامت چیست؟ فاتح. صنفی چند میخوانی فاتح؟ 5. پدر و مادر داری؟ نه. چند ساله شدی؟ 11. فاتح، کیسه بوریت راست. ای فاتح باز شرم نداشته تصدیقم میکنی ها؟ میدونی چی؟ هرچی که در دل داری گفتن گیر، نقل کن، سبک میشوی. خوش؟ یک روز مرا ملیسا کرسلا کرده بعد از دیرکتر مکتب از بودش زیاد کرده شکایت کرد به دیرکتر مکتب. بعد رفته ملیسا دیرکتر مکتب مرمو دنزد. بعد گفت که همه مکتب جمع شد، فرمان داد که همه ما رو دوست داره اکتف کنن. بعد هر یک طلبه ما رو دوست داره اکتف کرد. اومد گیره کردم. چی؟ با دوست گفتن همین بچه ها تو مگر دوست شدی؟ آدم نقل رو دوست خولیگن گوی دوست و خولیگن میشد. عجب منطقه. درست.
میدونی چه فاته؟ چی؟ حاضر از جایت خیز پیش بیا با من نگاه کن گوش کن تو در حیاتت یگان بار حمام رفته ای؟ ها با کدام حمام؟ در آن طرف رو تو حتی میدونی که حمام در کجاست؟ پس گوش کن ما انا این پول را گیر نگاه کن فاته رو صابون خر یک سچاقی آزاده خر دستورت رو شستشوی کن و بعد دویدن از من بیا من و تو همراه به سیر و گشت کوچه میرویم همین من همراه شما برای چی نه آبازی کن بیا همراه به سیر و گشت میرویم هی با دروغ نگوید نه من دروغ نمیگویم من و تو حتما سیر و گشت میرویم مالا به هیچ یک رو بینی قانونا رفتار کنید ما از این زیاد گناهگار را نگاه داشته نمیتوانیم خب انتظار آردر میشویم نابادر سنگین رو به نزد من درآید بله اجازت هست رفیق پالکونیک؟ مرحمت بیا صلاح‌الدین جان یک خدمت فرمایم میلش با جان و دل اگر از عهده‌اش برایم میبرایی انا این پولها را گیرو به مغازه رفته برای بچه 11 ساله چینکی 36 37 یک سر و لباس خر میلش میبخشد برای کی؟ برای فتا برای همین اوباش؟ بله یگان خیشتان نباشد خودی پگاه برده این سر و لباس رو میفروشد صلاح‌الدین جان نه دولت و حکومت من و شما را در این کار مسئول مانده است نه به خاطر آن که بچه های مردم را گیریم و پس پنجره اندازیم نه ما باید تربیت کنیم میفهمی تربیت کردن در کار صلاح‌الدین البته کار تربیت سهل و آسان نیست خیر شما میروید یا نه تشکر بله تربیت فتا را کو زندگی به کیسه باری مجبور کرد کمال را چی؟ اینقدر زود؟ مغازه نزدیک و رفیق پالکونیک از راه گذشتم و خریده آوردم آفرین آوردم با کو آوردم لیکن نمیدونم با شما معقول میشود یا نه معقول میشود تشکر صلاح‌الدین تشکر صلاح‌الدین برای دغلی صبح من از تو عذر میپرسم من شما رو میفهمم رفیق پالکونیک آدمی با شما اجازت کنی اینجا بیا فتا بیا کنی اینجا بیا آفرین گوشهایت رو نشان ده ناخونهایت رو نشان ده انا این گپی دیگر کش کنی کش گفتم کش زود باش زود انا این گپی دیگر من امیر رو از رو میزتون گرفتم کی کم تر پشته
خیر مایلش هیچ گپ نه کنی توفلیات را کش پوش انا این گپی دیگر دیدی چه زیبید یک بچه خوشرو شدی آفرین بیا مادر جان چی شد؟ تینجی است؟ هیچ گپ نشده است با کمال جان خوراک آوردم میلیسا نماند در اینجا تو خوجه‌این یا کسی دیگر؟ من خوجه‌ایم من خوجه‌ایم خوجه‌این که باشی به زیر دستانت آداب و معامله رو یاد ده اوچه جان گذارید این بچه کی؟ این بچه آشنایم آمده است که مرا خبر گیرد آشنایت؟ بله بچه ستاره گرم نامت چی؟ اوته نغزکک کنیگیر تشکر گویی اکنون این چیزها رو به کمال جان بردتی نوبادار عیبدار شونده خالف رو نزد من بیارید پسرم تو این خیلی سنگدل نبودی با تو چی شد؟ پسری من جنایت صادر کرده است میفهمید جنایت اینقدر محبت نکن سحری بر وقت من رفته این زن رو خبر گرفتم من به وی گفتم که کمال جان نبیره من می شود وی بی مادر کلان شد من او را ارک کلان کردم برکه یابید از گناهش گذرید گفتم به همهش من گناهکار پدرش برای شما شده او را به حبس گرفت گفتم رحمش آمد کمال جان را بخشید خیز کمال را اینجا گرفته بیار رفیق پالکونیک عیبدار شونده خالف حاضر شد اوه بچه جانم بچه حال آمده ای تو رو یگان کس نزد تو گوش نماندگیستی و این لباس هایت را بین چخیل چرکین خدایا پسرم اکنون نبیرم را آزاد کن نمیتوانم مادر نمیتوانم من به تو امر میکنم آخر و یگانه فرزندی تو میفهمی مادر جان در عین زمان وی گناهکار است گناهکار باید جزایش را ببیند مادر من از تو التجا میکنم خاطر موهای سفیدم را کن التجا نکنید مادر رحم کن سنگینوف آردر آماده است آماده است رفیق پالکونیک با امضای پروکورور بله نه با شما راضیم باید که گناهایم را شویم شما حق هستید پدر من شما را دوست می‌دارم و با شما افتخار دارم خیر میلیتسیای ما از خدمت شما نفخر دین وطن
میلیціای ما از خدمت شما حساب زدین شما میلیціای ما حضور و توانای هر کجا میلیціای ما این وطن آباد این چمن مردانی تهمتا از هستی شما آرامی و تنجی آسودگی از هستی شما آرامی و تنجی آسودگی میلیціای ما حضور و توانای هر کجا میلیціای ما